روز 15 اپریل حکومت ترکیه رهاسازی محبوسان از زندانها را آغاز نمود. پارلمانت ترکیه که در آن حزب پرزیدنت این کشور رجب طیب اردوغان اکثریت رای‌ها را در اختیار دارد، قانونی را تصویب کرد که بر پای آن 45,000 محبوس می توانند مدتی در آزادی باشند تا سرایت کرونا ویروس در زندانها متوقف گردد. زندانیان رها شده زیر نظارت نهادهای دادگاهی قرار می گیرند و وزارت عدلیه امکان خواهد داشت که در حالت ضرورت 3 دفعه مدت رهایی محبوسان را تمدید کند. در چارچوب برنامه کاهش فشار بالای زندانها شاید 45,000 محبوس دیگر کاملا آزاد شوند. محبوسانی که به خاطر دهشت‌افکنی از آزادی محروم شدند در حبس باقی میمانند. روز دوشنبه وزیر عدلیه ترکیه عبدالحمید گل گفت که در زندانهای ترکیه 17 حالت گرفتاری به بیماری کووید 19 به قید گرفته شده، از آن 3 محبوس هلاک شده است. وی افزود که انگیزه بیماری کووید 19 ویروس نو کرونا در تن 79 ناظر محبس‌های ترکیه تشخیص شده است.